میدونید که بخش بزرگی از پروژه‌های هوشمندسازی سازمانی با شکست مواجه میشه. علتش ضعف نرم افزار یا هوش‌های موجود در بازار نیست. علتش عدم آمادگی سازمان برای بکارگیری سیستم‌های هوشمند. از کجا بفهمیم که سازمان ما چقدر آماده است برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال یا بکارگیری هوشمندسازی در سازمان؟ برای این مسئله باید بلوغ دیجیتال سازمان رو بررسی بکنیم. بلوغ سازمان رو میتونیم در 4 سطح دسته‌بندی بکنیم. در سطح اول سطح دستی و کاغذی است. کارها به صورت دستی انجام میشه، فرآیندها دستی هستند، داده‌ها نهایتاً در یک فایل اکسل ذخیره میشن. در سطح دوم سیستم‌های پایه‌ای وجود دارند مثل سیستم‌های CRM، SRM یا HRM. داده‌ها در اونها ثبت میشن اما نه با دقت و تنها بخشی از کارها در این نرم افزارها انجام میشه. بخش سوم بخش آمادگی دیجیتاله. در اینجا داده‌ها در نرم افزارها ثبت میشن، داده‌ها تمیز هستند و قابل استفاده. و در سطح آخر هوشمندی وارد سیستم میشه به طوری که با سوار شدن بر داده‌ها میتونه در تصمیم گیری به ما کمک بکنه و تحلیل‌های فوق‌العاده رو به ما بده. از کجا بفهمیم که در چه مرحله قرار داریم؟ با چند تا سوال ساده میتونید که متوجه بشید در حال حاضر در کدوم سطح از بلوغ دیجیتال قرار دارید. سوال اول: آیا فرآیندهاتون مستند هستند؟ اگر جوابتون نه هست یا اکثرا نه هست، در سطح 1 یا 2 قرار دارید و آمادگی لازم برای دیجیتال شدن رو ندارید. سوال دوم: آیا داده‌هاتون رو به صورت الکترونیک ذخیره می‌کنید؟ اگر داده‌ها به صورت کاغذی یا دستی ذخیره میشن در سطح 1 هستید. اگر داده‌هاتون رو در اکسل ذخیره می‌کنید یا به صورت بخشی از نرم افزارها استفاده می‌کنید در سطح 2 هستید. اما اگر داده‌ها رو به صورت کامل در نرم افزارها ذخیره می‌کنید به صورت تمیز و مرتب به روز نگهش می‌دارید در سطح 3 هستید. سوال سوم: از داده‌ها چه استفاده می‌کنید؟ اگر فقط گزارش‌های ساده از داده‌ها می‌گیرید در سطح 1 یا 2 هستید. اما اگر پردازش قوی روی داده‌ها انجام میدید، تحلیل‌های مدیریتی روش دارید و میتونید از هوش توی تصمیم گیری بر مبنای داده استفاده بکنید، در سطح 3 یا 4 قرار دارید. اگر پاسخ شما به بیشتر این سوالات 1 یا 2 بود، سازمانتون آمادگی لازم رو نداره برای تحول دیجیتال. اما اگر در سطح 3 بودید یا احیانا سطح 4، شما کاملا آماده‌اید برای اینکه سازمان خودتون رو متحول بکنید. اما چرا وقتی در سطح 1 یا 2 هستید نباید اقدام به تحول دیجیتال و هوشمندسازی بکنید؟ علت اینه که وقتی هوشمندسازی رو روی داده‌های غلط و فرآیندهای معیوب سوار می‌کنید، تصمیمات غلط رو به شما خواهد داد. به اصطلاح garbage in garbage out. داده‌های کثیف، ورودی‌های آشغال و کثیف به شما خروجی‌های نامناسب خواهد. بنابراین هر چه در این مسیر سریعتر حرکت بکنید، از هدفتون دورتر خواهید شد. پس تکلیف چیست؟ اگر در سطح 1 یا 2 هستید، قبل از اون که سراغ هوشمندسازی برید، اول فرآیندهاتون رو مستند بکنید و سیستم‌های ساده‌ای برای ثبت و ضبط صحیح و دقیق داده‌های تمیز فراهم کنید. یک مدت کوتاهی رو به این ترتیب ادامه بدید تا مطمئن بشید فرآیندها به خوبی اجرا میشن و داده‌ها به خوبی ثبت میشن. بعد از اون با رسیدن به سطح 3 بلوغ میتونید وارد حوزه هوشمندسازی بشید. فراموش نکنید هوش مصنوعی و هوشمندسازی یک سازه عظیم و شکوهمنده. این سازه عظیم رو بر زمین سست داده‌های نامناسب سوار نکنید.